این هفته خبر تو خبر داره براتون از بلند شدن بوی الرحمن نظام و تقلای خرمهره‌های حکومتی برای پر کردن جیب و جیمفنگ شدن. یا آقای 6500 میلیارد تومان این وام گرفته از بانک ها. وثیقه هاش کو؟ اگر وثیقه داشت که ما در آن اینا رو میگرفتیم. 6500 میلیارد تومان بدون وثیقه؟ همینطوری؟ در حال شما چطوری؟ تصدقتون برم، حالتون خوب هستین؟ چقدر وام می‌خواستین قربونتون برم؟ 2000 میلیارد تومان. 2000 میلیارد ناقابل. پول پس میدیم؟ فکر نمی‌کنم جزء برنامه‌ام نیست. آخوندا تو هر زمینه‌ای پسرفت داشتن، ولی در زمینه دزدی و مال مردم خوری همیشه در حال پیشرفتن. اینم یک شیوه جدید دزدی به نام بازیکنای خارجی به کام دلالای حکومتی. دلالان فوتبال ما از اون ور آب برای تیم‌ها بازیکنان خارجی میارن که شاید در کشورشون بالاتر از گل کوچیک محلات بازی نکرده باشن. خلاصه میارن و براش چند صد میلیون قرارداد میبندن و نصف قرارداد رو مثل آب خوردن به جیب میزنن. مثلا منتشر شده استقلال برای 2 دروازه‌بان خارجی که 1 دقیقه هم تو زمین نبودن 500 میلیون تومان داده، یا چند میلیارد هم برای بازیکنای ضعیفی داد که فقط تو چند تا بازی ازشون استفاده کرد. قبول دارم به هر صورت دلال هست. این در پرسپولیس هم بوده، یادتونه برای 5-6 تا بازی به دروازه‌بان بوسنیایی 1 میلیارد دادن، یا دلالان یک بازیکن کره مصدوم به پرسپولیس غالب کردن که ربات پاره کرده بود. باید جنس بنجل نده، جنس خوب تحویل بده. اما از این پولای فرعی که بگذریم میرسیم به منبع درآمد اصلی آخوندا، یعنی جیب مردم. افسر اینو بخش مهمش برای اینکه ما درآمد کسب کنیم از جیب مردم برداشتایی داشتیم. حالا تو این دزد بازار وقتی یه دزدی گیر میفته بازی کی بود من نبودم شروع میشه. هر کس هم میخواد تقصیر رو گردن اون یکی بندازه، اما یکی هم مثل این سرمشنگ بسیجی ها پیدا میشه که بند و آب میده به ابزار سیاسی. این اونو افشا کنه برای کنار زدن سیاسی اون یکی، اون دیگری رو برای کنار زدن سیاسی این یه مفسد اکستریم گرفته میشه. این بگه بالو تو بود، این بگه رفیق تو بود، بنده میگم رفیق هر دوتون بود. جان کلامین که تو دعواهای جناحی اصل داستان شاخ زدن به رقیبه. حالا چطوریش دیگه زیاد مهم نیست. خب وقتی کار به اینجاها میکشه شرشر و ریزش هم تو نظام شدت میگیره و اون وقت دلواپسایی مثل این آخوندتانگه باید به زور واشر و تفلون بیفتن به جون دم و دستگاه نظام تا شاید جلو این ریزش ها گرفته بشه. تو بعضی از فتنه هایی که اتفاق افتاد گفتم آقا اصلا گیرم همه چی هرچی شما میگید درست، بالاتر از این که نیست، ولی پرچم کفر اومده رو سر شما، نرید زیر پرچم کفر، قطعا باید پشت سر ولی بیایی. آی مردم به خدا اگر بخوام مشکلات امروز رو حل بکنیم، مشکلات امروز از ساقط کردن رژیم پهلوی سخت‌تر نیست حلش. برای ساقط کردن رژیم پهلوی همه آمدن، پشت سر روح الله اومدن، امروز هم همه باید بیان پشت سر ولی خدا باید بیان. آقا بریم این هم راه حل هپروتی بزبز قندی ولایت برای دوای درد عظما و پایان دادن به جنگ و دعواها. ما باید به پیروی از انقلاب آماده بشیم. چند صد هزار نیروی مردمی از ایران خارج بشن، در سراسر جهان پخش بشیم. صدها هزار نیروی مردمی از دانشجو و طلبه و فرهنگی باید برنامه ریزی کنن و از ایران خارج بشن. ایران بیش از اندازه شلوغ شده، بی خودی به جون هم میافتیم سر مسائل جزئی. این چند صد هزار نیرو با پرچم اسلام در 5 قاره عالم توزیع بشن، با پرچم اسلام برن به همه بشریت خدمت کنن. بله
خوشبختانه راه حل عملی خارج کردن چند صد هزار بسیجی از ایران هم موجوده. بفرمایید اینم تصویرش. چاپلوسی و بادمجون دور قابچینی یکی از رایج ترین راه های پول در آوردن تو نظام ولایته که این روزها به یه بیماری فراگیر بین همه مشنگای حکومتی تبدیل شده. قوقای روحانی نگر، سیلاب طوفانی نگر، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت میکنن. از بارزترین صفات حضرت علی صلح طلبی، خوش اخلاقی و زیبایی است. این مشنگ عمامه دارم اومد به خیال خودش با روزخونی واسه این درد بیدرمون نسخه بپیچه، اما افاقه نکرد. بعضیا کمبود دارن، هر چی بیشتر تملق بگی خوشش میاد. ای باد میکنه باد میکنه باد میکنه، مترکه یا میبینی. نباید این کار بکنید شما. متاسفانه ما کلمات تملق آمیز چاپلوسی کرنشگری بسیار داریم در ادبیات. نوکرم، مخلصم، ارادتمندم، خاک کف پای شما هستم، میخ کفش چپ شما هست. اینا حرف شد. اعلی حضرت خدر قدرت شهن شوکت ابی اوکت همایونی. برو حالا پیادش کن. بعد از گذشت 2 هفته اومدن فضاحت 22 بهمنشون رو جمع‌بندی کنن. نتیجه این شد که راهپیمایی 22 بهمن تو نظام ولایت کارناوال شادیه. راهپیمایی 22 بهمن در حقیقت کارناوال شادی نیست. راهپیمایی 22 بهمن از خیلی از وجوه یک مناسک در حقیقت شهری و روستایی متفاوتی است که در برخی تلقی‌ها، البته مثلا آقای دکتر کچویان معتقدند که تکرار خود انقلاب اسلامی است. یک بار دیگه انقلاب رخ میده. نخبگان نظام هم برای که کارناوال بدبختی سیدعلی رو تکمیل کنن این موتور چند رسانه‌ای رو ساختن تا مشت محکمی باشه بر دهان یاوه‌گویان شرق و غرب. حالا که تیغ ضرب الاجل رو گردن سیدعلیه و آخوندام حسابی تو گل مذاکرات هسته‌ای گیر کردن، تنها عرصه‌ای که برای پاسدارا و بسیجی‌ها مونده که توش اقتدار نظام رو نشون بدن تو دنیای دومینو. بزرگترین دومینوی کشور با موضوع حمایت از انرژی هسته‌ای کشور. همه آیتمامون در مورد انرژی هسته‌ایه. یه موشک درست کردیم، موشک سجیل 2. موشک سجیل 2 میاد پایین و پرچم اسرائیل فرو میریزه. دیوارم اینجا می‌بینی این نماینگر این ویروس استاکسنته که اینم فرو میریزه. حالا که تا اینجا اومدیم خوب توصیه‌های این حاجی لکلک به بسیجی‌های زوار در رفته رو هم بشنویم. بعضیا میگن توکل یعنی کار رو به خدا واگذار کن. خدا میگه بیشیمینی. ما کار به تو واگذار کنیم، تو باز تو به طرف ما شود میکنی. الان به بچه‌ها میگم چرا درس نمیخونی؟ میگه آقا قرآن تو زندگی انگیزه نداریم. خب بی میری پس. انگیزه نداری تو. کی میخواد تو انگیزه بده؟ ببینم میشه از فردا دیگه زنگ نزنی که جونم مرگ زنگ بزنه که چرا چند روز احوال ما نمیپرسی؟ نگاه همه خندیدن. این قسمت پاک کنین. همین هیئتی خود ما خندید.
این هم تبلیغی از جدیدترین شیوه حفاظتی برای آخوندهای بزدل، بادیگاردهای نامرئی. 2 ملک همراه منه، از آن مغرب 2 ملک منو تحویل میگیره تا از آن صبح، از آن صبح 2 ملک دیگه میاد. این 2 ملک وقتی من با وضو هستم محافظ منه، مواظب منه. این هم ندید بدید بازی تیویریش برون مرزی تا پست بدن و بگن ما شاخ غول شکستیم و توی جامعه 80 میلیونی 2 تا راننده زنم داریم. شغل این مادر بزرگوار که مهمان برنامه ما هستن چی باشه؟ حدس میزنید؟ حدس میزنید. آقا شما حدس میزنید؟ خب خودشون معرفی کنن؟ شغلشون خودشون بگن؟ آره شغل. جالب میشه. نه این خانم بگم راننده اتوبوس بین شهری. باریکلا این دست داره، دست داره. باریکلا زنده با یه خانوم راننده اتوبوس. 27 سال راننده تریلی هستم. بذار دستم افتخاره. افهاش خانم مادر، افهاش یا ولوو؟ افهاش نه. افهاشی؟ در انتها توجه شما رو به یه هنرمند جوگیر جلب میکنیم که فضای مهمونی و تشویق جمعیت حسابی از خود بی خودش کرده.